بدو که حراجش کردم، بدو تیر و کمان داریم، خنجر مرغوب، موشک با کلاهک، موشک بی کلاهک. بدو که حراجش کردم. آهای اهالی فینیتو، تحریم تیر و کمان لغو شدندی، ما پیروزی کسب کرده می باشیمندی. بدو که حراجش کردیم. کت خدا آقا چه میکنی؟ مگر نمیبینی قالقال، تحریم تیر و کمانمان لغو شده اندی، حالا میتوانیم راحت خرید و فروش کنیم، برو و چند مشتری گیر بیاور. بیا کت خدا آقا، برایت مشتری های خوبی آوردم. این مال حسابات میباشندی، آمده تیر و کمان بخرد. قالقال، برای من از حسابات مشتری آورده ای؟ این گدا گشنه ها که پول ندارندی، به اینها که در زمان تحریم هم تیر و کمان مجانی میدادیم. باشه کت خدا آقا، این یکی مشتری خوبی است، از لبنان آمده میباشندی. خاک عالم بر سرت، این که از اون یکی بدتره. اینا فقط مونده لباس ما رم در بیاورندی. باشه کت خدا، بیا این یکی خیلی خوبه، از دهکده ونزوئلا آباد میباشندی، یک تیر و کمان میخواندی. باز این بهتره، بیا این تیر و کمان را بگیر، پولش را رد کن بیایندی. قال بمیری با این مشتری آوردنت. آناناس به چه دردم میخوره؟ من پول میخوام. اصلا مشتری نخواستیم، برو از روس‌آباد و چینکده تیر و کمان مدرن بخر. کت خدا آقا، ما به اهالی میگوییم پول نداریم دارو بخریم، بعد چطور برویم پول بدهیم از روس‌آباد و چینکده تیر و کمان بخریم؟ ای داد، خفم کردی، از جلوی چشام خفه شو، اصلا نخواستیم. بعد هجلی افتادی کت خدا، فاتحت خوانده میباشندی.